های، میخوام براتون چند تا از تصورات عجیبی که مردم در مورد زندگی خوابگاهی دارن رو شفاف سازی کنم. اولیش این که مردم فکر میکنن که تو زندگی خوابگاهی همه پخت و پز و شستن ظرف و فلان و این داستانامون یکیه و همه با همدیگه غذا میپزیم و همه با همدیگه میخوریم و همه با همدیگه نوبتی ظرف میشوریم. درسته که ما از لحاظ این که زیر یه سقف زندگی میکنیم شبیه یه خانواده ایم، ولی توی خوابگاه هر کسی درآمد متفاوتی از فرد دیگه داره و زندگی جداگونه ای هم داره مدیریت میکنه. اصلا بخوای بهش فکر کنی خیلی نشدنی این قضیه که دائم با هم باشه خرج خورد و خوراک آشپزیمون. تازه برای بحث ظرف شستن هم هر کسی از خونش یه سری ظرف و ظروف آورده برای آشپزی و غذا خوردنش و مثلا اگه من ظرفام کثیف باشه به کسی ربطی نداره که بخواد مثلا آشپزی کنه ظرف نداشته باشه مجبور باشه این سری ظرفو بشوره که بتونه غذا بخوره. درسته گاهی مثلا آخر هفته که اکثرا برنامه‌مون شبیه به همه یکی گوش میده که برنج و اینا با هم ممکنه غذا بپزیم و بخوریم و بعد ظرف بشوریم، ولی این قضیه حداقل تو اکثر اتاقا شبیه به هم نیست و تصور اشتباهیه.